در آستانه سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر 30 طرح مهم الکترونیکی، مخابراتی، راداری و جنگ الکترونیک با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز در شیراز به بهره برداری رسید. این سه پروژه‌ای که امروز ما در واقع افتتاح کردیم و تحویل نیروهای مسلح میشه در بخش‌های راداری هستش که در واقع انواع سامانه‌های راداری، ناوبری‌های هوایی، در بخش دریایی همچنین رادارهای دریایی و شناوری و همچنین ما در بخش آشکارسازها در واقع پروژه‌های جدیدی رو داشتیم، آشکارسازهای اهداف و زیرسطحی سونار، خط لامپ‌های مایکروویو. البته ما این خط رو داشتیم، کارهای بسیار خوبی در گذشته انجام شده. با یه بار دیگه ما امروز شاهد به ثمر نشستن محصولات جدیدی هستیم، همچنین فاصله یاب‌های لیزری. و جالب این هستش که ما نه فقط این محصولات برتر هست، بلکه قیمتش هم نسبت به قیمت خارجی خیلی یعنی قابل مقایسه نیست. ابتکاری بودن، استفاده از فناوری‌های جدید، سهولت در کاربرد و بومی بودن اجزا و قطعات مصرفی از مهمترین ویژگی‌های شاخص این طرح‌هاست.